میگویند مرگ پایان است. اما اگر اشتباه کرده باشیم چه؟ اگر در لحظه‌ای که نفس آخر را میکشیم در حقیقت تازه به زندگی واقعی وارد شویم چه؟ سالها پیش مردی به نام ادگار کیسی سؤالی را مطرح کرد که علم هنوز پاسخش را نمی‌داند. او را پیامبر خفته می‌نامیدند. مردی که با بستن چشمهایش و فرو رفتن در خلسه به سؤالهایی پاسخ می‌داد که حتی پزشکان و روحانیون زمانش از درک آن عاجز بودند. از درمان بیماری‌ها گرفته تا پیشگویی آینده و حتی توصیف دقیق آنچه پس از مرگ رخ می‌دهد. اما یکی از مصاحبه‌های او هیچ وقت به طور کامل پخش نشد. چرا؟ چون آنچه گفت از نگاه دولت‌ها و کلیساها خطرناک بود. حالا وقت آن رسیده که پرده از این راز برداریم. ادگار کیسی در یکی از جلسات خلسه خود با صدایی آرام گفت: مرگ فقط بیرون آوردن لباس است. لباس جسم. به باور او، روح انسان در لحظه مرگ از بدن جدا می شود. اما برخلاف تصور ما، هوشیار می ماند. او می گفت در نخستین ثانیه‌های پس از مرگ، انسان خودش را از بالا می بیند. بدنش را، اتاقش را، اطرافیانش را که گریه می کنند. و در همین لحظه، روح وارد مرحله‌ای می شود که او آن را دنیای میانی می نامید. کیسی توضیح داد که این دنیای میانی برای همه یکسان نیست. برای بعضی‌ها به شکل نوری گرم و آرام ظاهر می شود. برای برخی دیگر مثل سایه‌ای سنگین و تیره است. چرا؟ چون شکل این دنیا را افکار ما می سازد، نه قوانین فیزیکی. او گفت: آن سوی مرگ هیچ کس قاضی ما نیست. ما خودمان قاضی خویشیم. در بخش دوم مصاحبه خبرنگار از او پرسید: آیا روح‌ها از مرگ می‌ترسند؟ کیسی لبخند زد و پاسخ داد: فقط آنهایی می‌ترسند که دروغ گفتند، آسیب زدند یا خود را محدود به بدن دانستند. وقتی روح حقیقت را می‌بیند، دیگر ترسی ندارد، چون می‌فهمد زندگی ادامه دارد. او مدعی شد پس از مرگ روح از میان 7 طبقه آگاهی عبور می‌کند. در طبقه اول هنوز نزدیک زمین است و خاطرات زندگیش را مرور می‌کند. در طبقات بالاتر زمان و مکان از بین می‌روند و روح همه عمر خود را یک جا می‌بیند. کیسی می‌گفت: در آن لحظه انسان هم قاتل است و هم قربانی، هم عاشق است و هم معشوق. همه چیز را از نگاه دیگران حس می‌کند تا درک کند که چرا باید مهربان باشد. اما جمله‌ای که باعث شد مصاحبه برای همیشه در بایگانی بماند این بود: بعضی روح‌ها نمی‌دانند که مرده‌اند. آنها در اطراف ما پرسه می‌زنند، در خانه‌هایشان، در میان چیزهایی که دوست داشتند، و تا زمانی که نپذیرند رفته‌اند، گیر می‌افتند بین دو دنیا. پس از این بخش ضبط مصاحبه قطع شد. گزارشگر آن زمان گفته بود: در استودیو سرمای عجیبی پیچید. همه ساکت شده بودند. هیچ کس نمی‌خواست ادامه دهد. اما کیسی در یادداشت‌های شخصیش جمله‌ای نوشته بود که بعدها پیدا شد: هدف از زندگی مردن نیست. هدف آموختن است. تا وقتی مرگ فرا رسید، دیگر نیازی به بازگشت نداشته باشی. این جمله اشاره‌ای بود به تناسخ، مفهومی که آن روزها در آمریکا کفر تلقی می‌شد. کیسی گفت: بسیاری از روح‌ها بارها باز می‌گردند، نه برای عذاب، بلکه برای کامل کردن تجربه‌شان.
روحی که در یک زندگی ظلم کرده، در زندگی بعدی رنج را می‌فهمد و آن که عشق ورزیده آگاه تر باز می‌گردد. او می‌گفت: مرگ فقط پل است و هر بار که عبور می‌کنی پل را روشن‌تر می‌بینی. دانش امروزی شاید هنوز نتواند سخنان او را ثابت کند، اما گزارش‌هایی از سراسر جهان از کسانی که تجربه نزدیک مرگ داشتند با گفته‌های او هماهنگ است. آنها هم نور دیدند، آرامش حس کردند و بسیاری از آنها گفتند: ما نمی‌خواستیم برگردیم، اما هنوز کارمان تمام نشده بود. ادگار کیسی در سال 1945 درگذشت، اما پیش از مرگش گفت: وقتی دیگران مرا مرده می‌بینند، لبخند بزنید، چون من تازه بیدار شده ام. حالا بعد از دهه‌ها، فایل صوتی کوتاهی از همان مصاحبه دوباره پیدا شده است. صدا ضعیف است، اما جمله پایانی هنوز واضح شنیده می شود: مرگ فقط خواب نیست، بیداری است. برای آنها که آموخته‌اند زندگی را دوست داشته باشند. شاید به همین دلیل بود که مصاحبه‌اش سانسور شد، چون اگر مردم باور می کردند مرگ پایان نیست، دیگر از چیزی نمی ترسیدند. نه از تهدید، نه از جنگ، نه از کنترل. و شاید به همین خاطر هنوز هم آن سوال پابرجاست: آیا ما فقط بدن هستیم